بهترین زینت برای یک مسلمان، مرد باشد یا زن، تربیت و ادب هست. تربیت و ادب و وقار و سنگینی و متانت برای یک انسان جایگاه و مقام و منزلت و شرف می بخشد. ادب برای انسان ارزش می بخشد. ادب نشانه شخصیت و تربیت سالم یک انسان به حساب می آید. ادب مسلمان را در میان دیگران و مردم محبوب می سازد. به اون اندازه ای که ادب و تربیت درست در گفتار و در رفتار به انسان ارزش و جایگاه می بخشد، هیچ داشته ای از داشته های مادی به اون اندازه به انسان در میان مردم محبوبیت و ارزش نمی بخشد. اگر یک کسی به صورت و چهره زیبای خود فخر بکند و این را نشانه محبوبیت بداند، بفهمد که سرانجام این چهره ها و این صورت های زیبا به خزان پیری می رسد. سرانجام این صورت و چهره ها و قد و قامت بلند و جوانی نمی ماند. اگر کسی به ثروت خودش فخر بکند که من مال دارم، دارایی دارم، بهترین قصر و تعمیر دارم، اسباب و ابزار دنیوی دارم، بدانیم که به دنبال ثروت فقر و نداری هم هست. این ثروت بالاخره از پیش ما گرفته می شود. این نشانه شخصیت نیست، نشانه کمال یک انسان و مسلمان به حساب نمی آید. همینطور هر چی که ما در دنیا داریم، قدرت بالاخره از دست می رود، ثروت از دست می رود، صورت و چهره زیبا این هم پایانش پیری هست، خزان دارد. ولی آنچه که در دلها ماندگار می ماند و همیشه به عنوان چتر محبوبیت یک انسان به حساب می آید، ادب هست، تربیت هست. تربیت و ادب عطر خوشبو و دلانگیزی است که فضا را معطر می سازد، زندگی دیگران را خوشبو می سازد. این ادب در رفتار و گفتار باید رعایت شود. در گفتار ما ادب داشته باشیم. آنچه که شایسته یک مسلمان نیست، آنچه را که شرم و حیا و عفت مسلمان ایجاب نمی کند، به زبان آورده نشود. ادب در زبان به این معنا، زبان ما دروغ، غیبت، سخنچینی، دودشنام، لهو و لعب، ناسزاگویی، حرفهای زشت و رکیک را به زبان نیاورد. یه ادب در گفتار هست. زبان ما باید ادب داشته باشد. اگر خدای نخواسته یک کسی زبانش به غیبت و دروغ و سخنچینی و توهین و تحقیر دیگران میچرخد، و انسان ادب ندارد. این بزرگترین بیادبی هست که زبان کنترل نشود. زبانی که جرم و جثه‌اش خیلی خرد و کوچک است، اما جرمش و سنگینیش و خطا و اشتباهش و زخمش بسیار بزرگ است. ما زبان ما را دروغ کنترل بکنیم. دروغ خلاف حقیقت. هر چیزی که به شوخی بگویی، قصدی بگویی، بعداً بگویی مذاق کردم، دروغ است. به نام اعمال یک دروغ ثبت میشه.